به نام خدا. سلام سلام سلام. خیلی خیلی خوش اومدید به وایس جدید، به تمرین دیجه از تمرینات ذهن آگاهی، تمرین دوم. امیدوارم که تمرین اول رو انجام داده باشید و ازش لذت برده باشین. تمرین ذهن آگاهی البته برای اشخاصی که با این تمرینات آشنا نیستن و تمرینات مدیتیشن و ذهن آگاهی انجام ندادن، طبیعی هستش ذهن ابتدا مقاومت کنه در مقابل انجام تمرین و شدت وجود افکار زیاد بشه، ولی آروم آروم این مقاومت میشنه و افکار کمرنج و کمرنج تر میشه. بریم سراغ تمرین دوم. مثل تمرین اول، نکاتی که قبل انجام تمرین نیازه که رعایت کنید. جایی باشید که آروم باشه و بهتر جایی باشید که تنها باشید و سر صدا کم یا بهتر سر صدا نباشه. بهترین حالت انجام تمرین مدیتیشن و ذهن آگاهی اینه که تو وضعیت نشسته چهارزانو بشینید و ستون فقرات کاملا صاف. اگه مشکل توی نشستن ندارید، بهترین وضعیت این وضعیته. ولی اگه مشکل توی نشستن دارید، میتونید روی صندلی بشینید، ستون فقراتتون رو به صندلی یا میز تکیه بدید و اگه نمیتونید این دو کار انجام بدید، میتونید دراز بکشید و رها کنید بدن رو روی زمین و همراه با من تمرین رو انجام بدید. ابتدا چشم ها باز هستش، به محیطی که درش هستید آگاه بشید. اشیا و چیزهایی که اطرافتون میبینید، رنج هایی که دارن، بدون اینکه قضاوت کنید، فقط مشاهده کنید. با چشمان باز یه دم بگیرید از بینی، بازدم از دهان، برگردید به دم و بازدم طبیعی. دم بگیرید، چشاتون رو ببندید و بازدم از دهان. خوش اومدید به دنیای درون، دنیایی که میتونید تمام آرامش، لذت، شادی، خوشبختی و هر چیزی یا هر احساسی دوست دارید تجربه کنید و درش تجربه کنید. سر و صورت رها، چشم‌ها، بینی، لب‌ها، پیشانی، گوش‌ها، کل سر آرام و رها. قفسه سینه، شکم، دست راست، دست چپ آرام و رها از هر تنش. پشت بدن، ستون فقرات، کمر، رها. پای راست، پای چپ رها. همینجوری که چشتون بسته است، آگاه بشید به وزن بدنتون.
وزن بدنتون رو احساس کنید و بهش آگاه بشید برای چند ثانیه. همزمان که به وزن بدن آگاهید، به دمتون هم آگاه بشید. فقط به جریان دم آگاه بشید. وزن بدن و جریان دم. جریان دم دوباره برگردید به جریان دم. توجهتون رو ببرید ذهنتون، آگاه بشید به صدای ذهن بدون هیچ قضاوتی، نه خوب نه بد، افکاری که میاد و فقط بشنوید یا مشاهدهش کنید. مشاهده کنید افکار رو. مشاهده کنید ذهن رو.
به بدن آگاه بشید. توجه کنید وقتی درگیر افکار میشید، به خصوص نقطه از بدن که صورت هستش دچار انقباض میشه، اخم میکنید. وقتی افکار رو رها میکنید و انقباض رو رها میکنید، آروم ترید، ذهن آروم میگیره. مشاهده کنید افکار رو. دم بگیرید از بینی، پازدمه، دوباره از دهان. دوباره آگاه بشید به نفس. بسیار عالی. کف دست ها رو روبروی قفسه سینه به هم بچسبونید. از خدای خوبمون برای فرصت زندگی کردن متشکر و ممنونیم. برای تن سالم، برای اینکه فرصتی بهمون داد در مسیر آگاهی قدم برداریم. شکر و ممنون از خدای خوبمون. آروم سر رو برگردونید به سمت دست ها و بسیار آروم چشماتون رو باز کنید. دست ها رو رها کنید. آگاه بشید از تأثیری که تمرین روی جسمتون، ذهنتون و آرامشتون تأثیر داشته. بسیار عالی. ممنون و سپاسگزارم که تا پایان این تمرین همراه من بودید. در مورد ذهن آگاهی من فقط میخوام با انجام تمرینات به این آگاه بشید که بدون اینکه شما در ایجاد افکار نقش داشته باشید، ذهن خود به خود اکثرا افکار منفی ایجاد میکنه و میخوام به این آگاه بشید و افسار زندگیتون رو به ذهنتون ندید. افساری که به هر سمتی که دلش میخواد میره. اگه آروم آروم تمرینات ذهن آگاهی انجام بدید، رها میشید از اسارت ذهن و آرامش بیشتری خواهید داشت و از زندگی و حضور توی این دنیا لذت بیشتری خواهید برد. پیشنهاد میکنم این تمرین رو 3 بار حداقل انجام بدید و آروم آروم که در این مسیر قدم برمیدارید تأثیراتش رو خواهید دید. متشکر و سپاسگزارم ازتون و تا تمرین دیگر همگی رو به خدای مهربون میسپارم. خدا نگهدار.